درخشان.tg تقدیم میکند. نوروزی گلجوش آمده، نوروزی گلپوش آمده، گلهای نوروزی وطن گل در بناگوش آمده. نوروز یکی از کهن‌ترین و پر افتخارترین جشن‌های بشریت به حساب می رود که تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد. نوروز دوام هزار ساله ها همچون جشن صلح و دوستی، همدیگر فهمی و وحدت مردمان تجلیل می گردد. بیمارخانه منطقوی جماعت دهات لایق شیرالی دهه غیصر در حدود جماعت دهات لایق شیرالی جایگیر است. سنه 11 ایول سال 2025 بیمارخانه منطقوی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و استفاده داده شد. در برابر دیگر کارخانه و تشکیلات ها کارمندان ساحه تندرستی بیمارخانه منطقوی جماعت دهات لایق شیرالی دهه غیصر با راستن دسترخوان نوروز عجم را خیلی خاطرمان جشن گرفتند. سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن امید رحیمов، سرطبیب بیمارخانه منطقوی جماعت دهات لایق شیرالی دهه غیصر شادیبکov улуғбек اشتراکچان چهاربینی ادانه را با جشن نوروز عالم مفروض شادباش نمودند. با تشبس‌های اساتذه‌های فوق‌العاده ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان نوروز بین‌المللی شد، یعنی که در تمام دنیا در تمام گوشه کناری که امروز تاجیک‌ها زندگی می‌کنند نوروز را با سطح بلند جشن می‌گیرند. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد همکسان عزیز. شما را با این روز نوروز تبریک مبارک‌ها میگم. بسیار همه وقت خیر خواستم تمام باشید. پیغامی عجم ریزد نوروز مبارک، خورشید همه خیزد نوروز مبارک. خوش آمده فروردین جانبخش زمین را بین در خیزد و بگریزد نوروز مبارک. بر باغ و چمن بینگر سه برگه و گل بر سر وح باغ چو گل بیزد نوروز مبارک. کارمندان بیمارخانه مذکور در گرد دیگ سومنک شکرگزاری از آن نمودند که محض با سعی تلاش‌ها و کوشش‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان صاحب بینای زمانوی گشتند. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی هوا جمله کردند پرواز، مرغ دل ما از قفس تنگ برآمد. همه شما همکسبان عزیز دوستان عزتمند را با فرارسی بهار نو سال نو ملی صدقاً تبریک و تهنیت می نمایم. امروز خوشبختانه ما دیگ سومنک دیگ مراد را به این بیمارخانه نوی زمانوی خود گذاشتیم، چون همه ما همکسبان عزیز شاهد آن هستیم که بیمارخانه ما در حالت نه آنقدر خوب در شرایط نه آنقدر نحس قرار داشت. امروز خوشبختانه با سعی و تلاش ها و کوشش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ما صاحب بیمارخانه نو زمانوی گشتیم. البته شکر دولت، شکر ملت
شکر دستاوردهای 35 سالگی استقلالیت، شکر وطنی عزیز و آباد را داریم که امروز ما در شرایط خیلی خوبی زمانوی قرار داریم و خوشبختانه در جماعت دهات لایق شیرالی صاحب بیمارخانه نو گشتیم که ما برای طبابت گرفتن به دیگر جایها، به دیگر بیمارخانه ها البته نمی رویم. همه شما همکسبان را بار دیگر با فرارسی جشن نوروز تبریک میکنم. دخترک تاجیک را قامت باریک را، دخترک تاجیک را قامت باریک را، موی درازی بزیب حسن دیگر می دهد، موی درازی بزیب حسن دیگر می دهد. موی درازت کنی کاکل بازت کنی، موی درازت کنی کاکل بازت کنی، کاکل بازت کنی موی درازت کنی. همه تنبه نوروزتون فیروز بود، هر روزتون نوروز بود. ما شکری سرزمین تاجیکستان داشتن ما شکر میکنیم. ما شکری خدا منا بینایی سه آشیانه نو با تجهیزات های نو، شکر خدا ما همین روزا برساند. شکر خدا بودگی جناب عالی با شکر ما منا ایدی نوروز با شکر خدا کرد سمانه کردوسیم. خدا الهیم جناب عالیه نگاه دارد. بزم نوروزی با سرودهای جذاب و دلانگیز صنعتکاران انسامبل خلقی مروارید تحت راهبری اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان فرقت مستانف خیلی خاطرمان بود.
مستان با نظر آمده
دوایی چشمم دور شدی در دوری دوایی چشمم بیا که بینم دلال عشقا هرچی بودی ساعت و دروازه اینجا بیار بیا بیار بیا دیدم رو بودی بیار بیا بیار بیا بیار بیا دیدم رو بیار بیا برنامه را به شما آماده و پیشکش نمودند مؤلف نشاده حلیم و نواربردار و تنظیمگر اسماعیل جان خالف. نوروزتان مبارک.